تا حالا به این فکر کردید که قبل از فارسی و کردی و بلوچی و غیره در ایران چه زبانهایی وجود داشتند؟ فارسی و اکثر زبانهای موجود در ایران عضو خانواده بزرگ زبانهای هندواروپایی هستند. زیستگاه مردمان هندواروپایی آغازین به احتمال زیاد استپ پونتی خزری بوده که منطقه‌ای در شمال دریای سیاه و دریای خزر. هندواروپاییان از اونجا به مناطق مختلفی رفتند، از هند تا ایران و از اون طرف تا غرب اروپا. هندواروپایی‌ها احتمالاً به خاطر مهارتشون در اهلی کردن اسب، استفاده از چرخ و دلایل دیگه تونستن نفوذ فرهنگی به دیگر مردمان داشته باشند. این نفوذ در طول زمان باعث شد زبان‌های اکثر مناطقی که وارد شدن تغییر پیدا کنه به زبان‌های هندواروپایی. مثلا در اروپای غربی فقط یک زبان پیشا هندواروپایی تا امروز تونسته بقا پیدا کنه و اون زبان باسک است. در هند زبان‌های بیشتری تونستن باقی بمونن که عموما در جنوب هندن و معروف‌ترینشون خانواده زبان‌های دراویدی. اما در ایران چه اتفاقی افتاد؟ قبل از ورود هندواروپاییان به ایران تمدن‌های زیادی در این سرزمین شکل گرفته بوده، مثل تمدن تپه سیلک در کاشان، تمدن شهر سوخته در سیستان، تمدن جیرفت و غیره. ما چیز زیادی درباره زبان‌های این تمدن‌ها نمی‌دونیم. اسنادی هم که از همسایه غربی یعنی تمدن‌های میان رودان یا همون بین النهرین باقی مونده، بیشتر درباره مردمان و زبان‌های غرب ایرانه که به میان رودان نزدیکتر بودن، مثل اقوام کاسی، لولوبی، اورارتویی و غیره. اما یک تمدنی بین اینها بیشتر از بقیه بهش اشاره شده، از خودشون آثار زیادی به جا گذاشتن و زبانشون هم در طول تاریخ بیشتر از دیگر زبان‌ها بقا پیدا کرد و اون تمدن ایلامی بود. زبان ایلامی حتی هزاران سال بعد در دوره هخامنشیان هم هنوز از زبان‌های مهم و زبان امور دیوانی و اداری، طوری که یکی از 3 زبان موجود در پرسپولیس و هزاران لوح گلی به این زبان در بایگانی‌های اداری تخت جمشید موجوده. حتی برخی معتقدند زبان خوزی که تا دوره بعد از اسلام هم وجود داشته ممکنه گونه‌ای از این زبان بوده باشه. اما با از بین رفتن زبان خوزی در طول زمان ما دیگه هیچ مثالی از یک زبان پیشا هندواروپایی در ایران نداریم که از اون دوره تا الان باقی مونده باشه. اگه دوست دارید اطلاعاتی در این مورد به این بحث اضافه بکنید برامون کامنت کنید.